یه روزایی هم هست اینجوری میگذره که از دست آدمای اطرافت خیلی ناراحتی، اما باید حفظ ظاهر کنی. خونه داییمو که دیگه میشناسی، قطعا خبرم دارین که خونه‌شو بازسازی کرده. پلاک قبلی بهتون گفته بودم. حالا با جزئیات ببینین که دیوار وسطو برداشته بود اما هنوز گچو خشک نشده. دوباره همه رو داییم خونش دعوت کرده بود و من و مامان بابام از صبح اومده بودیم اینجا تا از حال و هوای اینجا لذت ببریم. گربه بازی و آب بازی و حوض بازی و قهوه بازی که دیگه واقعا چشام داشت میرفت و دایم بهم یاد داد چجوری قهوه درست کنم برای اولین بار، و مرغ بازی، مرحله لذت بخش چیدن محصولات باغ دایم و باغ قهوه و خوردن محصولات همون باغ و یکم مشاجره با این مرغه که فهمیدم مریضه. کم کم شب شد و مهمونامون گروه اومدن. مهمونامون همون خانواده خودمون بودن، خاله هام و داییام و اینا. من اون جایی کشم کله پاچه بود و من اصلا دوست نداشتم. یه مقدار جوجم درست کرده بودم برای کسایی که کله پاچه نمیخورن و دوباره والیبال معلولین بازی کردیم. واقعا خیلی ابلهانه. اصلا درک نمیکنم خانواده ما چرا انقدر علاقه دارن به این بازی، ولی خدای خود منم عاشق این بازی ام. حالا چند دقیقه سکوت میکنم و شما از این وایب خونه دایم لذت ببرین. یه پا شما لباس خودش، سکوتم نکردم آخر فعلا.